سلام دوستان، ظهر نوروزیتون بخیر. حال و روز دلتون همیشه نو باشه. آقا، ما به عنوان ملت ایران تا کی میخوایم از زیر مسئولیت فرار کنیم؟ من میخواستم اینو بگم که مرحوم مصدق، البته من در حدی نیستم که ایشون رو، شخصیت ایشون رو زیر سوال ببرم، ولی به عنوان یک شهروند ما مردم حق داریم که در واقع نحوه حکمرانان رو نقد کنیم. ما تو 70 سال اخیر اشتباهات بسیاری داشتیم و نه تنها 70 سال اخیر، تو 1000 سال اخیر. شما دوره قاجار رو نگاه کنید، بیش از 50% خاک ایران از دست رفت و ما ملت ایران تا زمانی که این رو نفهمیم که ماییم که مصدق میپروریم، ماییم که مظفرالدین شاه قاجار میپروریم، ماییم که خاوری میپروریم، حالمون خوب نمیشه. یعنی ما باید برای پیشرفت بیایم به نحوه حکمرانیمون نقد وارد کنیم. الان تو نظر خیلی ها دکتر محمد مصدق خداست، تو نظر خیلی ها هم ایشون دجال، شیطان. من میگم ما این نگاه صفر و صدی رو بیایم بذاریم گوشه. حالا من مرحوم مصدق رو مثال میزنم چون شخصیتی بسیار معروف تو تاریخ ایران، اکثریت، تو نظر اکثریت محبوب و تو نظر اقلیتی هم خب نقدهایی به ایشون وارده. کسی منکر تلاش ها و وطن دوستی ایشون نیست. بنده جز اون کسایی هم که معتقد به نقد ایشونم. بنده میگم من به عنوان یک شهروند حسن نیت حکمران رو نیاز دارم و علاوه بر حسن نیت حکمران، حسن عملکرد حکمران رو هم نیاز دارم. شما وقتی ابزار چانه زنی با دنیا رو نداری، چرا با دنیا سرشاخ میشی که بیان تو کشورت کودتا را بندازنت بیرون؟ شما وقتی ابزار جنگیدن با روسیه تزاری رو نداری، اگر درست بگم در زمان قاجار، چرا میای با روسیه دوبار وارد جنگ میشی که 2 تا اهدامه ترکمانچای و گلستان به ما تحمیل بشه و بخش بزرگی از خاک ما از بین بره؟ من طرفدار نگاه صفر و صدی نیستم. بنده میگم هر کسی، هر حکمرانی، هر دوره‌ای خوبی های خودش رو داشته و بدی های خودش رو، و ما تا زمانی که نیایم خارج از حب و بغض، خارج از تعصب اینها رو نگاه نکنیم، به هیچ جا نخواهیم رسید. آقا مصدق هم قابل نقده، همینو میخوام بگم. من میگم بیایم به تاریخ معاصرمون با دیده نقد نگاه کنیم. من میگم بیایم نگاه کنیم چرا کشور ما امثال خاوری رو، حالا اسم ایشون رو میارم چون مقام محترم قضایی حکم به محکومیت ایشون تو پرونده دادن، بنده اسم میارم، قضاوتی هم راجع به پرونده ایشون نمی کنم چون در جایگاهی نیستم که بخوام راجع به یک پرونده قضایی قضاوت بکنم، در حد اخباری که شنیدم. و همزمان ملتی هستیم که مریم میرزاخانی میپروریم، همزمان ملتی هستیم که حاج قاسم سلیمانی رو میپروریم که تو دل خیلی از مردم ایران، چه داخل نشینان چه خارج نشینان، جایگاه والایی داره و ممکنه بعضی از مردم ایران هم به ایشون نقدهایی داشته باشن یا حتی ایشون رو دوست نداشته باشن. من میگم ما اگر بخوایم از این آب و گل در بیایم، باید بپذیریم که توی این کشور آدم هایی هستند که ممکنه به مصدق، به حاج قاسم، به محمد رضا پهلوی و نقد داشته باشن یا این شخصیت ها رو دوست داشته باشن در حد پرستیدن. من میگم ما مردم ایران ترکیبی از همه اینهاییم. من میگم ما باید حول یک سری اصول، که اون اصول چه میتونه باشه؟ اون اصول تمامیت ارضی ایران، باز تأکید میکنم تمامیت ارضی ایران،
حتی یک وجب هم کمتر نه، بیش آره، که اون هم بعضیا بهش نقد دارن، ولی بنده به عنوان کسی که معتقدم خیلی از مرزبندی های 200 سال اخیر، کشورهایی که تو 200 سال اخیر زاده شدن، اینها در واقع وجود فرهنگی و تاریخی ندارن. اینها صرفا خطی هن که به واسطه حالا یک سری منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی توی یک بره کوتاهی به هم چسبیدن. اسم نمیارم چون ممکنه باعث آزردگی خاطر بعضی از مردم عزیز این کشورها بشه. اینها تو یک برهه‌ای به یک دلیلی کنار هم هستن ولی باز جدا خواهند شد. من فقط این رو میگم که ما فارسی زبانان، ما کسانی که آیین نوروز رو جشن میگیریم که این مرز از محدوده مرز جغرافیایی ایران بسیار فراتره، حتی از محدوده دین فراتره. این مرز میشه مرز فرهنگی ایران. من به عنوان یک شخص مرز جغرافیایی ایران رو هم اونجا میدونم. حالا خیلی ها میتونن بیان به این نظر بنده نقد وارد کنن، خب بحثش جداست، ولی من میگم ما به عنوان ایرانی این رو بپذیریم که توی این مرز اقوام گوناگون، زبانهای گوناگون زیر یک پرچم، زیر یک خاک واحد، حتی زیر یک زبان رسمی. شما توی کشور امریکا قومیت‌های مختلف می‌بینید، فرهنگ‌های مختلف می‌بینید. سرخپوست هست، لاتین تبار هست، ایرانی تبار هست. مدرسه‌هایی هستن که به لاتین درس میدن، مدرسه‌هایی هستن که به زبان سرخپوستی درس میدن، ولی دولت فدرال تمام زبان نوشتار و گفتار و اداریش انگلیسیه. شما نمیتونید با زبان قوم ناواهو، اگه اشتباه نکنم یا قوم سرخپوستن اگه درست گفته باشم، بیایید آقا تو کاخ سفید سخنرانی کنید، بهتون اجازه میدن صحبت کنید، ولی تو جلسات رسمی کنگرهش این تیکه رو مخصوصا اسم امریکا رو میارم برای دوستان که خیلی ادعای روشنفکریشون میشه و خیلی ادعای در واقع جهانگراییشون یا گلوبالیست بودنشون. من با گلوبالیست بودن با همه چیزش مخالف نیستم، ولی با از بین رفتن هویت‌های فرهنگی به شدت مخالفم. البته اون هم تا زمانی که بشر به یک حکومت واحد نرسیده. بشر هزاران سال داره تلاش میکنه یک ید واحده، امت واحده، ملت واحده، یک واحد یکسان جغرافیایی، فرهنگی، قومی بشه. تلاش های بسیاری صورت گرفته، پیشرفت های بسیاری داشتیم. مثالش رو بخوام بزنم، سازمان ملل که بعد از جنگ جهانی دوم برای همین کار تشکیل شد. اتحادیه اروپا، چه میدونم اتحادیه عرب، اتحادیه کشورهای اسلامی، حتی اتحاد جماهیر شوروی تلاشی در این راستا بوده و همه اینها قابل تحسینه. درسته خیلی از این تلاش ها شکست خوردن، ولی این شکست ها میشن تجربه و میشن چراغ راه آینده. حالا من رشته کلام رو گم نکنم. من دارم میگم ما به عنوان ایرانی تا زمانی که نپذیریم توی یک مرز فرهنگی هستیم و اون مرز فرهنگی رو و یک پارچگی سرزمینی رو نپذیریم، اینها رو به عنوان اصل بپذیریم، اون موقع بیایم بپذیریم که توی این یک پارچگی سرزمینی و مشترک فرهنگی ممکنه تفاوت‌هایی باشه، همونجور که بین گیلکی و مازنی تفاوت هست، بین کرد و لر تفاوت هست، ولی همه ما نوروز رو جشن میگیریم، همه ما ایرانی هستیم. و برای کسایی که شک دارن کافیه برن تو گویش ها، تو زبان، توی پوشش، توی غذای تحقیقی بکنن و اشتراکات رو اونجا خواهند یافت. و این فقط به مرز جغرافیای ایران محدود نمیشه، این همونجور که عرض کردم به کل حوزه نوروز یعنی کل حوزه نوروز رو به هم متصل میکنه، فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران کنونی که
که بسیار کشورها رو در بر میگیره، مطمئن به دلیل حساسیتی که ممکنه ایجاد بشه اسم نمیارم، ولی من مطمئنم اگه معتقد به اسلامی میگه کل شیء و ترجع الی اصله. اگه نه آدم بیدینی هستید، اعتقاد به هیچی ندارید، علمی فکر میکنید، ماتریالیستید، آب سر بالا نمیره آقا، آب سر پایین میره. آب مگه اینکه یه نیروی اضافه پشتش باشه سر بالا میره. منظورم اینه که همه چی به سمت راستی و درستی در حال حرکته. من با این ایده که جهان به سمت تاریکی در حال حرکته کاملا مخالفم. من دارم میگم ما باید بپذیریم که توی این کشور کسانی هستند که کوروش رو مقدس میدونن، در این حال کسانی هستند که حاج قاسم رو مقدس میدونن و ما باید بپذیریم که همه ما باید کنار هم زیر یک قانون، زیر یک پرچم زندگی کنیم، تفاوت‌های هم رو بپذیریم، به هم احترام بذاریم و بیایم حکمرانی سیاسی و اقتصادی معاصر خودمون رو نقد کنیم. من میگم آقای مصدق اگر اشتباه نداشت به کودتا نمیرسید. مصدق چه قدرت چانه زنی داشت که اومد جلوی غرب وایستاد؟ من همونجور که مصدق نقد وارد میکنم که ممکنه به خیلی از کسایی که ادعای ملی گرایی دارن، چون من ملی گرایی رو با پرستش شخصیت ها متفاوت میدونم. من ملی گرایی رو این میدونم که اون جوون بلوچ به خاطر جابجایی سوخت تیر نخوره، اون جوان مذهبی یا هر کسی برای لقمه نانی روزی 3 شیفت کار نکنه. خب یا اون آدم لامذهب مثل مریم میرزاخانی که حالا من نمیدونم لامذهب بوده نبوده، چه اعتقاداتی داشته، به خاطر عدم توانایی جامعه در جذبش از این کشور خارج نشه. اینا سرمایه‌های انسانی این جامعه و ما تا زمانی که به نقد گذشته خودمون نپردازیم نمیتونیم اینها رو حفظ کنیم. مرحوم مصدق اشتباهات بسیاری داشته، اینو بپذیریم، وگرنه به کودتا ختم نمیشد. علیرغم خوبی هایی که داشته، همه هیچکی بی عیب نیست. خب من میگم آقا همون جور که میخوام به نقد آدم هایی بپردازم که از یه طرف بوم میفتن، گلوبالیستن، میگن ما موشک نمیخوایم، ما بوم نمیخوایم. نه، ما همه اینا رو میخوایم. کشور بدون پلیس سر پا نمیمونه، کشور بدون نیروی امنیتی و موشک سر پا نمیمونه. یه جمله معروفی های پوتین داره توی مصاحبه، یکی به ایشون میگه که شما چرا دنبال سلاح هسته‌ای هستید و بدون سلاح هسته‌ای هم میشه سر پامون؟ بعد برمیگرده بهش میگه قذافی و صدام هم همین فکر رو میکردن. یعنی طعنه میزنه بهش که آقا آمریکا، من نمیخوام قذافی و صدام رو تایید کنم چون دیکتاتور بودن، چون ظالم بودن، ملتشون ظلم کردن، ولی من میگم هر کشوری قدرت بازدارندگی میخواهد، ولی این داشتن قدرت بازدارندگی به این معنی نیست که شما بیاید اقتصادتون رو هم نفی کنید. کنار موشک ما پوشک هم میخوایم. همون جور که موشک میخوایم، سلاح میخوایم، نیروی نظامی و امنیتی قوی میخوایم، اقتصاد قوی هم میخوایم. من میگم آقایون تصمیم گیر اقتصادی، اگه بلد نیستید بیاید ببینید بقیه چی کار کردن. اوکی، آقا فرانسه بعد، آلمان بعد، انگلستان بعد، ژاپن که خوبه، ژاپن بده، چین که خوبه، بریم از چینی ها الگو بگیریم، بریم از روسا الگو بگیریم، نه از همه چیزشون، از چیزهای خوبشون. ما توی صنایع نظامی میتونیم از روسیه الگو بگیریم، توی مدیریت اقتصادی میتونیم از چین و حتی مدیریت اجتماعی از چین الگو بگیریم. چین یک کشور با تنوع بی‌نظیر آیینی و فرهنگیه، ولی زیر یک پرچم جمع شده، حول یک زبان هستن،
در عین اینکه هر قومی ممکنه زبان خودش رو و فرهنگ بومی خودش رو هم داشته باشه. من کاری به این ندارم که دیکتاتوری هست یا نیست. من دارم حکمرانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اون کشور رو بررسی میکنم که نتیجه این حکمرانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این شده که از توی 70 سال از کشوری که مصرف کننده تریاک کشت شده انگلستان تو ایران و افغانستان بود و 90% جمعیتش تریاکی و شیره‌ای بودن، تبدیل شده به کشوری که الان دومین اقتصاد دنیاست و داره تبدیل میشه به اولین اقتصاد دنیا و نه تنها اقتصاد، و اولین قدرت نظامی، قدرت علمی و هر چیزی. ما بریم ببینیم اونا چی کار کردن. حتی ما بریم ببینیم امریکا چی کار کرده که قدرت اول شده. من نمیگم امریکا عالی، نمیگم هم بد، نمیگم چین عالی، نمیگم هم بد. من میگم آقا اگر منطقی و غیر دینی فکر میکنی، خب بیا با علم و منطق بررسی کن، خوبی ها رو ببین، بدی ها رو بریز دور. اگر هم دینی بررسی میکنی، پیامبر میگه آقا علم اگر تو سرزمین چین باشه دست دشمنت هم باشه. حضرت علی هم میگه اگه اهل سنت باشید تو احادیث اهل سنت هم حتما چیزهای شبیه این پیدا میکنید. علم اگه دست کافر هم باشه برو ازش یاد بگیر. کل حرف من اینه آقا، بیایم به گذشته خودمون نقد وارد کنیم، بیایم اشتباهات گذشته خودمون رو ببینیم، فارغ از این که من مرتکب شدم، کوروش مرتکب شده، مصدق مرتکب شده، یا حتی بعد از انقلاب کسی این اشتباه رو مرتکب شده. بیایم اون رو ببینیم و اصلاحش کنیم. این سرزمین متعلق به هیچ حکومت یا هیچ دوره یا هیچ قومی نیست به تنهایی. این سرزمین متعلق به همه ماست، متعلق به اون آدم مذهبی، متعلق به اون روحانی بزرگوار، متعلق به اون آدمی که اعتقاد به هیچ مذهبی نداره، متعلق به همه ماست و همه ما باید بپذیریم که زیر پرچم و لوای قانونی که به حقوق همه ما احترام میذاره، قانونی که مریم میرزاخانی رو نمیندازه بیرون، قانونی که اجازه توسعه اقتصادی مثل چین رو میده، ضعف‌های خودش رو خودش میشناسه و برطرفش میکنه. همه ما باید زیر لوای اون جمع بشیم و براش تلاش کنیم و نمیشه تقصیر رو گردن یک نفر انداخت. یعنی ما دیو و دد و فرشته نداریم، یکی فرشته نیست یکی دیو باشه. هر کسی درون همه ما هم دیو هست هم فرشته. این رو درک کنیم، باهاش کنار بیایم، بپذیریمش، ازش درس بگیریم، ازش پله بسازیم. اینه راه نجات، اینه. مخلص همه دوستان.